خب آقا اومدیم ما عرضم به خدمت شما که اکتیو دایرکتوری و همه اینا رو اوکی کردیم، هندل شد همش. ببینیم ما چیکار داشتیم اینجا. نصبشو که انجام دادیم، تموم شد. الان باید ببخشید خب بریم یه کاری کنیم. به جای اینکه اولش یوزر بسازیم و اول مثلا بریم کلاینت رو بیاریم و اینا، من بیام اول ارگانیزیشنمو اینجا درست کنم. من اینجا میام سیو میکنم، سرچ میکنم اکتیو دایرکتوری یوزرز اند کامپیوترز. اینجا جایی که ما خیلی باش کار داریم. ببینم این کسکش صاحب نمیتونم گنده تر کنم. یه ذره دیگه نه زیاد شد، بازم زیاد شد. کنم این خوبه. اوه ها بابا خار مادرت رو گایده. کسکش دیدی چی شد؟ پشما ولش کن خوبه. دست ندم بشه. آقا این هم فارستیه که ما داریم. خب یه سری فولدر مولدر طور میبینی اینجا، میبینی یه یوزرز، یوزرامون اینجاست. بعد گروه اینا که اینجوری گروهه، اینا که اینجوری یوزره، ایموجیاش میبینی با هم فرق داره. سری بیلتین داریم، یعنی گروهایی که بیلتین درست شده اینجا. میتونی بخونی مثلا گروه ادمنستریتور، گروه گست، کامپیوترهایی که اد بشن میان اینجا، کامپیوتر نیمشون اینجا میاد و از اینجا راحت میتونیم کنترلشون کنیم. دومین کنترلرز داریم اینجا، همین این کامپیوتر است. ما ممکنه چند تا دومین داشته باشیم و چند تا دومین کنترلر جدا دیگه و همشون میان اینجا. خب بیاد از صفر ما شروع کنیم خودمون بسازیم. مثلا اینا کاری نشه باشیم. شما فکر کن بهت میگن که یه گروه، یه ارگانیزیشن داریم، یه تو ارگانیزیشن یه بخشی داریم برای حسابداری. ما میخوایم بیایم برای این بخش اینا رو دسته‌بندی کنیم، جدا کنیم، توشون یوزر بسازیم، کامپیوتراشو ببریم اینجا و همه چیش جدا باشه. پس میایم تو خود شاخه اصلی فارستمون اینجا یه دونه چیز جدید به اسم Organization Unit درست میکنیم که کل بخش اکانتینگ رو بذاریم جدا. مثلا من میذارم اکانتینگ حسابداری. این تیکو اگه بذاریم دیگه نمیتونیم دیلیتش کنیم، ولی اگه تیکو برداریم راحت میتونیم با راست کلیک کردن اینجا و مثلا دیلیت بزنیم دیلیتش کنیم. الان چون نداریم چیزی نمیتونیم دیلیتش کنیم و خیلی راحت دیلیت میشه، ولی اگه اون تیکر رو بذاریم دیگه دیلیت نمیشه. ولی خب راه داره، همون تیکر رو دوباره باید بریم توی پراپرتیزش برداریم. یعنی به خاطر اینکه دستت نخوره دیلیت بشه، به خاطر اینکه اونجاست. گفتم اسمشو میخوایم بذاریم چیز اکانتینگ. اوکی الان یه یونیت ساخته شد به اسم اکانتینگ. خب مثلا بهتره که تو هر ارگانیزیشن دوباره یه گروهی بسازیم که یوزرها رو بذاریم اونجا، که مثلا من میگم اکانتینگ گروپ. خب اسمشو میذارم اکانتینگ گروپ. و اگه مثلا گلوبال باشه اینجا گروپ اسکوپ، دومین داریم، گلوبال داریم، یونیورسال داریم. دومین لوکال یعنی فقط تحت اون دومین این گروه هست. گلوبال یعنی همه جا میتونن لاگین کنن این یوزرها این تو این گروه. و یونیورسال هم که دیگه کلیه، تو کل سطح شبکه، یعنی حتی اگه این دومین توی شبکه‌های دیگه هم باشه این دوباره اونجا هست. گروپ تایپ ها دو نوعن، سکیوریتی و دیستریبیوشن. هیچ کاری نداشته باشین فعلا به دیستریبیوشن و فقط گروهاتون رو بزنید روی سکیوریتی. خب حالا میام یوزرامون رو میسازیم. مثلا میذارم چه میدونم، میذارم یه اسم بگید، یه اسم میخوام من، اسمش رو میذارم امیر زویبر. خب اینجا فارسی هم میتونیم بزنیم، یه چیز خوب بهتون میگم. فول نیم مثلا اینجا فارسی میتونیم بزنیم و وقتی یارو میخواد لاگین کنه اسمشو فارسی اونجا مینویسه. تو سازمان‌های ایران خیلی دم پر کنه همچین چیزی. اسمش رو میذارم بهتره امیر زویبر نمیذاشتیم ولی حالا گذاشتیم. یوزر نیمش رو میذارم امیر. ببینید اینجوری پس باید لاگین کنه امیر زویبر بزرگ اسلش و امیر.
اینم که کاملشه، یعنی این هم با این میتونه لاگین کنه. نکست. یه پسورد با کامپلکسیتی بالا باید بذاریم. خب اینجا چند تا گزینه داریم. account is disabled، یعنی الان در حال حاضر account disable و کسی الان در حال حاضر account disable و کسی نمیتونه با این اکانت لاگین کنه. پسورد never expires، یعنی پسورد هیچ وقت اکسپایر نشه، چه پالیسی ما داشته باشیم برای چه نداشته باشیم. user can't change password، یعنی یوزر هیچ وقت نتونه پسوردش رو عوض کنه. این تیکو به نظر من بذارین باشه. user must change password at next login، یعنی شما این پسورد رو الان اینجا زدی، میدی به یوزر، میگی با این یوزر نیم و این پسورد لاگین کن. بعد اینکه یوزر پسورد رو زد لاگین کرد، خود ویندوز بهش میگه که آقا پسورد رو عوض کن، بعدش پسورد میاد اینجا میشینه پسورد تازه میشه. اوکی فینیش. یوزر ساخته شد. من خیلی راحت میتونم با اینجا add to group بیام اینجا بزنم accounting-g، حالا مثلا اسمش رو اگه نصفه یادم باشه اسم گروه رو اینجا چک نیم بزنم، اسمش رو برام کامل می‌نویسه. دیدی و این یوزر الان شد به این گروه. چجوری میتونم ببینم؟ رو گروه راست کلیک می‌کنم، پراپرتیز رو میزنم، ممبرز رو که بزنم ممبرای تو این گروه زده برام. حالا بعداً یه جایی به کار میاد. کجا؟ بماند. خب یوزر رو ساختیم، بریم اون ویندوز رو بیاریم تحت دومین. خب اینجا هاست نیمش اینه همونطور که دیدیم و ورک گروپش هم که اینه. چنج سیتینگ رو میزنم. چنج اسمش هم قبلا عوض کردم، حتما یادتون باشه این کارو بکنید چون اونور کنترل کردنشون و مدیریتشون خیلی تخماتیک میشه. میزنم رو دومین و اینجا میزنم اون دومین فارستمو میزنم amirzoiber.local که اینجا فکر کنم نشه. چرا؟ چون قبلا هم فکر کنم بهتون گفته بودم قبل از اینکه این یوزر رو من بیام اضافه کنم به دومین، این کامپیوتر رو من بیام اضافه کنم به دومین، باید بیام DNS رو بذارم IP ویندوز سرور و IP اکتیو. IP اکتیو چند بود؟ یه بار دیگه ببینم. IP config 2333 و 135. اوکی فکر کنم نمیتونه پیدا کنه، همینجوری انقدر میچرخه تا کونش پاره شه. پیدا نکرد. دیدین؟ اوکی خب پس میام اینجا DNS ها رو میذارم. DNS چی؟ ببینم که ولش کن فعلا اینا رو حواستون باشه خودتون دستی زد کنه. حالا من اینجا نمی‌کنم که 198 اترنت یکش ببینیم. اترنت یک بود دیگه، صفر بذاریم. صفر آی پیش چی بود؟ آی پی کانفیگ صفر رنجش 23 192.168.23.133. اوکی کلوز. اینم میام DNSش رو میذارم 192.168.1.35. حالا این الان میتونه اونو پیدا کنه، میدونه که کجاست. چرا؟ چون DNSش رو دادیم به خودش. یعنی DNS این میره از خود اکتیو سوال میپرسه. پس میام اینجا یه بار دیگه این اوکی رو میزنم، میبینی پیداش کرد. حالا اینجا من یه یوزر پسورد میپرسه. چیه این یوزر پسورده؟ میگه که یه یوزری که سطح دسترسی ادمین داره توی این دومین باید تو رو تایید کنه، یعنی معرف تو باشه. پس اینجا باید ادمین بیاد و یوزر پسوردی که دسترسی ادمین داره رو بزنه و اینجا الان میگه welcome to amirzoiber.local domain. احتمالاً یه ریست ریز هم میخواد که من میزنم. وای میسیم تا ریست شه. خب ریست شد اومد بالا اینجا. الان من باید بیام ببینید ساین تو amirzoiber، یعنی اون خودشون دومینه رو داره.
و یوزری که داشتم امیر بود و این پسورد الان وقتی لاگین کنم میگه پسورد رو عوض کنید چون من اونجا اون تیکر رو زده بودم. حالا اینجا مثلا من یه پسورد جدید براش میذارم و میگه پسورد چنج شد و میره و یوزر لاگین میشه. خب وای میسیم تا یوزر بیاد بالا ببینیم این یوزری که ساختیم دسترسی ادمین داره یا نه. به نظرتون داره؟ خب الان دیدی من با چه یوزری اومدم بالا. الان این ورک گروپ هم شده این دومین هم در واقع ورک گروپ هم الان شده دومین. و حالا مثلا میگم من یه دونه CMD رو میخوام ران از ادمین کنم میتونم؟ میگه یوزر پسورد به من بده. خب من یوزرم امیره پسوردم هم که الان عوض کردم گذاشتم این نه تو اجازهشو نداری. پس هر یوزری که ما میسازیم دسترسی ادمین نداره. ولی ببین الان یه یوزری که ادمینه رو من میزنم میاره. چجوری یوزر رو باید ادمین کنیم؟ میام اینجا توی همین Active Directory Users این یوزر رو باید عضو گروه ادمین هم بکنیم Administrators. اوکی حالا که من اینو بزنم و بیام اینور یه بار دیگه این CMD رو این CMD رو ران از ادمین کنم اگه این دفعه پسورد خودم رو بزنم فکر کنم یه دور باید ساین این ساین اوت بشه که این پالیسی روش اعمال بشه. یعنی یه بار ساین این ساین اوت بکنین این پالیسی روش اعمال میشه و اوکی. یا اینکه یه دستور دیگه هم داریم به اسم gp update /force معمولا اینم بزنین اگه گروپ پالیسی چیزی باشه اونور میاد اینور رو آپدیت میشه. در صورت الان یوزرمون ادمینه. حالا من فعلا از ادمینی درش بیارم اونور که این گروه ادمینستریتور ممبرز ببین الان این الان اضافه شد به گروه ادمین و ریمووش میکنم فعلا چون نمیخوام باشه. خب یوزر رو الان تونستیم اضافه کنیم بهش و همین دیگه تونستیم با یوزر لاگین کنیم. دیگه چی دیدیم که ادمین هم نیست. بریم حالا بقیه‌شو تو ویدیوهای بعد.